سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. باران‌های سخت و آمدن سیل به چند دهه ناحیه عینی آسیب رسانده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ناحیه عینی نوشت سیل بر راه‌ها، جویبارها، زمین‌های کشاورزی و یک قطار منزل‌های استقامتی ضرر رسانده است. مقامات آمار ضرر دیدگان را هنوز نشر نکردند. طبق اطلاع در دفتر رادیوی آزادی، آفت طبیعی به دهه‌های کهرود، دشت سنگستان، زاسون، کزدان و کرود آسیب رسانده است. سیل همچنین روزهای یکم دوم ایان سبب یک مدت بسته شدن راه دوشنبه چناق در حدود ناحیه عینی شد. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که سیل زمین‌های کشاورزی را پخش کرده، همچنین نقلیات ساکنان زیر آب لای مانده است. بینندگان عزیز، با رسیدن معلومات بیشتر در این باره حتما شما را در جریان می‌گذاریم. یادآور می‌شوم که تاجیکستان در یک ماه اخیر شاهد آفت طبیعی زیاد بود. در این حادثه‌ها دست کم 4 نفر به هلاکت رسیدند، منزل صدها کسی دیگر ضرر دید. دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه پرونده 6 کارمند میلیسا شروع کرده است که به گفته مفتشان سببکار مرگ یک گمانبر به جنایت شدند. یک منبع آگاه از قضیه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت مرافعه یکم ایان آغاز شده، تاکنون 2 محاکمه دادگاهی برگزار شده است. به گفته این منبع از 6 گمانبر این پرونده 5 نفرشان در دادگاه حضور دارند ولی 1 نفرشان ناپدید شده است. همصحبت ما گفت مرافعه باز و با حضور خویشاوندان کارمندان میلیسا میگذرد. 4 وکیل مدافع از حق میلیساهای بازداشت شده حمایت میکنند. نظر این گمانبران و وکیلان دفاعی آنها فعلا برای ما معلوم نیست. همه این 6 کارمند پیشینی پلیس به قصد رساندن ضرر وزین به سلامتی و برآمدن از حد وکالتی منصبی متهم میشوند. تحقیق پرونده تقریبا 4 ماه ادامه کرد. این پرونده بر پایه حادثه باز شده بود که ماه ژانویه امسال صورت گرفته است. مقصود جان سیدов ساکن 36 ساله شهر کلوب را روز 8 ژانویه کارمندان شعبه دوم کارهای داخلی ناحیه سینه دوشنبه در کلوب بازداشت کرده و پایتخت آوردند. او به فروش و پهن کردن کریستال، یک نوع مواد مخدر، متهم میشد، ولی بعد مدت کوتاه جسد مقصود جان را به اهل خانواده‌اش داده و خواستند که زود او را به خاک سپارند. مراسم دفن روز 12 ژانویه صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک شهروند افغانستان را با اتهام کشتن پدرش در شهر وحدت دستگیر کرده است. با گزارش وزارت کارهای داخلی، دولت زاده پرویز 25 ساله روز 1 ایان با پدر 52 سالش مناقشه کرده با 2 ضربه کار پدرش را کشته است. حادثه به گفته مقامات در نزد یک دکان فروش میوه در کوچه سامانیانی شهر وحدت رخ داده است. سبب مناقشه میان پدر و پسر معلوم نیست و در خبرنامه وزارت کارهای داخلی نیز به این مسئله اشاره نشده است. مقامات میگویند که تفتیش پرونده ادامه دارد. تاجیکستان میزبان قریب 10,000 پناهجوی افغانستانی است، هرچند در یک سال اخیر 10 نفر آنها را مقامات اخراج کردند. طبق اطلاع کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان، از اول امسال تا نیمه اول ماه می 882 افغانستانی از تاجیکستان به افغانستان اخراج شدند. 540 نفر آنها گریزه و پناهجویان بودند که از طرف حکومت به قید گرفته شدند.